سلام به همه دوستان عزیز. من فرزانه عابدنیا خیلی خوشحالم که توی این کانال کنار شما هستم. همونطور که میدونید کار من طراحی فرش، هم به سبک سنتی و هم مدرن. تو دنیای دکوراسیون مدرن خیلی وقتا به دنبال راههایی هستیم که بتونیم سنت و مدرنیته رو با هم ترکیب کنیم و یه فضای متفاوت بسازیم. یکی از راههای خیلی جذاب این کار استفاده از کوسن هاست. شاید به نظر بیاد کوسن فقط یه وسیله راحتیه، اما واقعیت اینه که کوسن ها میتونن خیلی بیشتر از این باشن. با رنگ ها و طرح‌ها و حتی بافتاشون میتونن حس و حال خاصی رو به فضا بدن. یه توضیح کوچیک در مورد ویدیو بدم و ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. در این قسمت من به ابعاد اصلی یک 0 اضافه میکنم تا طراحی بهتر دیده بشه. در واقع این کار فقط برای ویدیو هست. شما میتونید در ابعاد اصلی طراحی رو انجام بدید. حالا تصور کن یک کوسن داشته باشی که با فرش دستباف بافته شده. اینجوری هم یه المان سنتی وارد خونت کردی، هم یه اثر هنری واقعی. در قدیم هر خونه حداقل یه فرش بزرگ مثل 12 متری داشته. اما حالا که خونه ها کوچکتر شدن کمتر از فرش‌های بزرگ استفاده میشه. امروز فرش‌های بزرگ رو فقط برای موارد خاصی مثل سالن‌های پذیرایی یا فضاهای عمومی بزرگ سفارش میدن. این نکته دیگه هم این که کوسن‌ها و فرش‌های دستباف وقتی با مبلمان مدرن ترکیب میشن یه تضاد خیلی زیبا و هنری به وجود میارن. بافتا و نقشای سنتی که پر از جزئیاتن کنار خطوط ساده و تمیز مبلمان مدرن یه توازن عالی ایجاد میکنن. در واقع تو با استفاده از این المان‌ها میتونی هم اصالت و هنر سنتی رو حفظ کنی و هم یه دکوراسیون مدرن و شیک داشته باشی.
تو خونه‌های مدرن امروزی بیشتر از رنگ‌های سرد و خنثی مثل سفید و خاکستری استفاده میشه. این رنگ‌ها خیلی مینیمال و شیکن، اما اگر بخوای یه فضای جذاب‌تر و دلنشین‌تر داشته باشی، باید یه سری رنگ‌های گرم هم بهش اضافه کنی. اینجاست که کوسنا با رنگ‌های گرمی مثل قرمز و زرشکی و نارنجی میتونن فضای خونت رو از سردی در بیارن و یه حس زندگی و انرژی بهش بدن. من تو این ویدیو یک نقشه فرش رو طراحی کردم در ابعاد کوسن. شما میتونید با تهیه این نقشه کوسن‌های زیبایی رو برای مشتریاتون تهیه کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید. همچنین برای تهیه این طراحی فرش میتونید به من ایمیل بزنید. ممنون از همراهیتون.